مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این روزا حسابی تو فضای مجازی سری اخبار چرت و پرت از ما زیاد منتشر میشه و یه حجم زیادی از مخاطب‌ها جدیداً به رسانه پشت پرده اضافه شدن، چون یه عده کنجکاو بودن ببینن که ما چیکار میکنیم تو فضای مجازی و چی شده اینقدر خبر راجع به ما میزنن. جای خوبی اومدید، جای درستی رو سابسکرایب کردید، به شما خوش آمد میگم و خوشحالم که شدید جزئی از خانواده رسانه پشت پرده و قراره که از الان به بعد دیگه نیاز به ژیلت نداشته باشید و پشماتون بریزه، چون مخاطبای ثابت ما دیگه عادت کردن به این پشم ریختنه. ولی خب این هشدار رو هم به شما میدم از گذاشتن کامنت هایی که چرت و پرت میگی، دروغ میگی، محال، فلان نکن، بیسان نکن، پرهیز کنید، چرا که اخباری که ما میگیم اثباتش زمان میبره، بعضا یه هفته، یک ماه یا یک فصل یا یک سال، ولی وقتی اثبات خواهد شد دیگه حال ندارید بگردید دنبال اون کامنته. به هر حال آشنای پسرخاله پسرعموی گزارش به اون ویدیو میخوره، کامنت شما رو میبینه و ضایع خواهید شد. پس به خاطر اینکه ضایع نشید از گذاشتن به هر حال تو دلتون بگید، کامنت نذارید. ولی خب به هر حال خواستم بگم که این قوانین رسانه پشت پرده است. اما امروز میخوام راجع به موضوعات مختلف با شما صحبت کنیم، یه مقدار راجع به پشت پرده‌اش به شما بگیم. چند روزی بود تو فضای مجازی جدایی سحر قریشی از امیرحسین مقصودی و همون تتلو حسابی وایرال شده بود. راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد، راجع به ماجرای گلزار و همسر ایشون خواهیم گفت، راجع به یکی دو تا از سلبریتی‌های دیگه میگیم. چقدر توی این فضای مجازی این روزها ما خبر جدایی و طلاق رو میشنویم، به خاطر اینکه در صنعت پررونق سینمای ایران ماشاءالله انقدر فضا پاکه، ماشاءالله انقدر فضا تر و تمیزه و انقدر روابط ضبط‌دری به روابط مساوی تقسیم شده و همه در حال دعا و راز و نیاز هستن. به خاطر همین استحکام و دوام خانواده ها نگم براتون، لول اپ به قول این خواننده هامون بالاست. ولی داستان از این قرار هستش که خبر رسیده که این سلبریتی هایی که میگن ما اصلا فساد نداریم، سلبریتی هایی که حرفای منو نقض میکنن، البته خب الان جدیدن شروع کردن یکی کمپین میتو رو امضا کردن و صحت گذاشتن روی حرفای من، یکی دارن زندگیاشون رو به یه سمت دیگه میبرن. مثلا خبر رسیده که منوچهر هادی از خانم یکتا ناصر تقریبا دارن جدا میشن از همدیگه و مسیر خودشون رو میرن و حالا خبرش ممکنه که به زودی به گوشتون برسه. قابل توجه مخاطبای جدیدی که به ما اضافه شدن نگن چرت و پرت میگی فلان بیسا، ما دیروز دستسوز است دیدیمشون. به هر حال خواستم بگم در جریان باشید، چند ماه دیگه ممکنه که خبرش به گوشتون برسه. اما ماجرای سحر قریشی و تتلو هم به هر حال حاشیه هستش که تو فضای مجازی هست. یعنی من هفته‌ای 3 بار این خبر رو میشنوم، جدایی سحر قریشی از تتلو. خب اگه بخواد این اتفاق بیفته، خود تتلو رسما تو کانال خودش مصاحبه میکنه. مطمئن باشید که یکی از اولین رسانه‌هایی هم که میخواد راجع به این قضیه صحبت بکنه من هستم و صحبت میکنم، چون به هر حال من امیر تتلو ارتباط باش دارم و دوستای خوب منه. خواهشاً مفت این قضیه رو نبرید، خدایی به من میرسه به شما نمیرسه. من شوخی میکنم، ولی خب میخوام بگم که این همچین خبرایی نیست و زندگیشون داره میره جلو. امیر تتلو داره اصطلاحاً خودش آماده میکنه برای یک موزیک ویدیو خفن و حضور سحر قریشی در این موزیک ویدیو و از اون طرف هم کنسرتی که در اواسط شهریور ماه قراره که اتفاق بیفته و امیر تتلو تویی و پیشرو به عنوان کسانی که خودشون نسل یک رپ فارسی میدونن قراره که یک کنسرت داشته باشن در کشور ترکیه. میخوان یک رکورد رو ثبت بکنن. یه مقداری هم بین رپرها بحث شده، نسل یک، نسل دو، نسل 4 یا همچین چیزی که جدیدن هست. راجع به اون قضیه هم کامل یک برنامه مفصل میخوام بذارم و کلا راجع به رپرها میخوام ریاکت بدم و البته اونو تو کانال شخصی یوتیوبی خودم منتشر میکنم، چون من 2 تا کانال دارم که اونو هم حتما ببینید. برنامه جالب، طنز، باحال، جنجالی، پر از هیاهو و قطعا واکنش رپرها رو به همراه خواهد داشت. اما خب به هر حال خبر رسیده که یه
همچین سوژه‌ای میتونه برای مخاطب‌ها جالب و جذاب باشه. اما راجع به نیوشا ضیغمی هم بگم که ایشون هم گویا از همسر خودش جدا شده و نیوشا ضیغمی که با اون زرق و برق و اینها ازدواج کرد. البته همسرش هم خب میدونید که تو اصفهان با هم دیگه آشنا شده بودن. همسرش طلا فروشی داشت و کار طلا میکرد تو اصفهان. یه زن داشته، یه بچه. نیوشا رفت تو زندگی اون و یه کاری کرد که زن و بچهش از اون شوهره جدا بشن. شوهره ول کنه بیاد تهران. به حال عشق دوربین و فالوور و مصاحبه و تیتر اول رسانه ها همین باعث شد که زندگی خودش رو ول بکنه و بیاد با نیوشا ضیغمی ازدواج بکنه. نیوشا ضیغمی هم به حال فکر کرد که چای نفت پیدا کرد. حتی توی چندین تا از سریال ها سرمایه گذاری کرده بود همسرش. ولی خب الان چند هفته ای هستش که به صورت حالا میشه گفتش که غیر رسمیش توی بعد کارهای دادگاهیش انجام بشه از همدیگه جدا شدن. نیوشا هم عکساشو با همسر سابق خودش میشه گفت به حال آرشیو کرده. 3,900,000 تا فالوور داره که نزدیک 3 میلیون از فالووراش فیکه. راجع بازیگرها فالووراشون هم بعداً مفصل صحبت میکنم. ماشاءالله چقدر تا خشتک فیک میزنن بابا، باریکلا. اصلا در جریان باشید. اما این محمد حسین فرح بخش هم که چند وقت پیش یک مصاحبه کرده بود و راجع به بازیگرای خانوم واکنش نشون داده بود و گفته بود که این بازیگرای خانوم اگر زیر دست من بودن، اونایی که اومده بودن کمپین میتو رو امضا کرده بودن و اصطلاحاً گفتن که فساد در بدن سینمای ایران است رو من میدونم چی کارشون بکنم و فلان و بیسانشون میکنم. این 800 نفر شما عرض منو گوش ندی. این 800 نفر اگه مملکت صاحب داشته باشه اینا رو با شلاق بزنن. اشاعه فحشا جرمش بیشتر خود فحشاست. اگر حتی واقعیت داشته باشه که نداره اینو با شلاق بخورن، که واقعیت نداره که حالا جرمش خیلی بالاتر از این حرفاست. اگر بیرون از صحنه رفته کسی کرده اصلا به بقیه عوامل چه ربطی داره؟ و این خیانت کثیف و هرگز اهالی سینما از یاد خودشون نخواهم برد و اینو باید جمع کنن. اینا برن آینه‌ای برای خودشون تاسیس کی احترام قائل بر اینا، کی ارزش قائل بر اینا. که شما یک فیلم نمیتونی ببینی که این خلاف اسلام باشه. اگه یک کسی خواست خودش بره یه غلطی بکنه یه جا بعد پشیمون شد، تعرض جنسی نمیشه. اون احمقی اون آدمه که رفتی. آقای فرهاد شما این آیین‌نامه این خانوما رو مطالعه نکردید؟ نه آقا من میگم این چیزا نباید نوشته شه. اصلا این خانوما رو ما ببین آقای ما اصلا این خانوما رو به رسمیت نمی‌شناسیم. تشکیلات تهیه کنند که خودش هیئت نظام داره. چه نیازی داره که 800 نفر اجازه ما بدیم بیام چیزا خودمون بلدیم؟ اصلا نیازی نیست که اینا بیان دخالت کنن. نه خب با خانم سینمایی منتشر کرد. اصلا نمیدونم اصلا این قابل قبوله. اگه اونا رو قبول کرده باشن تحت فشاره و ما قبول نداریم. اصلا این جمع کنن برن دنبال کارشون. اینا باعث رفتن حیثیت سینما شده. اینا واقعا این 800 نفران عرض کردم نشید اگه مملکت صاحب بشه اینا رو باید محاکمه کنن. اینا نفرمایید به خدا اینا غلط میکنن. من یه کاری میکنن که حیثیت بقیه سینما رو میبرن. نه ولی شما دفاع نکنید از اینا. رفتن حقوقدان استخدام کردن. اصلا من ببینید چی کارن که حقوقدان استخدام کنن. همین محمد حسین فرح بخش خودش حشری عصبی هستش و فیلماش هست، به حال ویدیو کالاش هست و پیشنهاداتی که به افراد مختلف داده سر ماجرای مختلف. دیگه آقای فرح بخش دیگه خواهشاً شما دیگه دم از این حرفا نزن. خودت دیگه به گونی سیب زمینی ماده هم رحم نمی‌کنی میاد تو دفتر فیلمسازی. دیگه خدایی تو دیگه بخوای بیا این قضیه رو بگی که تو بدن سینما ایران فساد نیست، دیگه خودت تابلوتر از همه ای. یا مثلا سید جواد هاشمی که چند روز پیش اومده بود سر همین قضیه‌ای که شایعه کردن که آره امین فضلی اینترپل گرفته این صحبت‌ها، خیلی استوری گذاشت و گفت دمتون گرم فلان. خودش کسی بود که من اومدم افشا کردم بابا این آدم همون آدمی بوده که لابلای این بازیگرای خانوم و کسایی که تو کلاس بازیگری میرن و این صحبتو میکنن میپلکه و اینو میماله و خیلی تاچ و لمس دوست داره و نگاه به ظاهر مذهبیش نکنه، نگاه به این قیافش نکنه، خودش از همه بدتره. خب طبیعتا وقتی من اینو راجع به این افراد بگم که بر نمیتونم بشن تخمه بخورن ویدیو منو ببینن، میشن 4 تا استوری میذارن، به حال یه فنی هم دارن تحریکشون میکنن خودکارم افتاد تحریکش میکنن که به 4 تا حرفمو بزنم. اون چیزی که مشخصه به حال ما داریم واقعیت رو میگیم، حالا این طرف هر کاری دلش میخواد بکنه. راجع به پولاد کیمیایی بگم که یک جوابی داده به گوگوش. اگر بخوایم واقعا پررویی بخوایم اصطلاحاً ماسمالی کردن رو
بخوایم یه اسم بذاریم روش میشه پولاد کیمیایی که چند وقت پیش اومده تو که یه عده تو فضای مجازی به دنبال فالوور گرفتنن، به دنبال کسب درآمدن. اینها فقط تو فضای مجازی به دنبال معروف شدنن و میان راجع به بازیگرا دروغ و چرت و پرت. خیلی مشکلات هست که انگاری که همه موضوعات و اتفاقات بنیادش از ما میاد، ولی خواهش میکنم که این رو بدونید که ضربه میزنید به همه آدم ها و که پول تو جیب کسانی میره که توی یوتیوب کانال درست میکنن، شایعات کثیف برای هنرمندان درست میکنن و از اون راه امرار معاش میکنن و پول میگیرن از یوتیوب و زندگیشون از این راه میگذره. آقای کیمیایی قربونت برم، دیگه من که دیگه نیاز به فالوور و دیده شدن ندارم دیگه. الان بری سر کوچه‌تون از عباس باتری بزنم به پرسی، همین فردین رو میشناسه. پس این میتونست یه سال پیش یا 10 سال پیش راجع به من جواب بده، دیگه الان که نمیتونه جواب بده که. به حال آدم تا یه جایی دیگه میگن آقا می‌خواسته برای معروفیت باشه، از یه جایی به بعد که دیگه نمیتونه برای اون باشه. حالا حتما نمیخوام بگی که حتما به خاطر پول و ویو و یوتیوب و فعال. حالا به حال این حرفای شما من نمیدونم پس برای چیه. که میای راجع به مثلا من اظهار نظر میکنی و صحبت میکنی، شاید دوست داری خودت دیده بشی دیگه، چون به حال وقتی تو راجع به من اظهار نظر بکنی میدونی که من میام جوابیه میدم و این باعث میشه که بیشتر دیده بشی. پس مشخصه که شما دنبال دیده شدنی، نه من. قربونت برم. راجع به بهزاد خداویسی هم به شما بگم که ایشون هم ازدواج سومشون رو انجام دادن، ولی خب خیلی دوست دارن که پنهان بمونه این قضیه، به خاطر اینکه بتونن ازدواج بعدی رو هم داشته باشن، رابطه‌های دیگه داشته باشن. خب ولی خب متاسفانه دیگه از این ثانیه بعد نمیتونن. رسید دست ما. لیلا اوتادی هم یه مدت با پارسا پیروزفر میپرید و تیز کرده در اقامت امریکا. حالا الان تو قرعه‌آشتی شکرابی ان. اینو هم بگم قابل توجهی اون افرادی که ممکنه میگن که نه این افرادی، لیلا اوتادی ماشاءالله دیگه از مشایی بگیر بیا تا پایین با خیلی‌ها بوده و ارتباط داشته و کلا هر جایی که پول باشه لیلا اوتادی هم اونجا چیز بعد نیست، به حال پول دوست داره. حالا مشایی مقدار هم قدرت سیاسی داشته دولت احمدی‌نژاد و خیلی هم فیلم‌های دولتی زیاد بازی می‌کرد همین لیلا اوتادی، ولی خب دیگه الان شینم با پارسا پیروزفر داره میپره. پارسا پیروزفری که اقامت امریکا داره و تیز کرده برای گرین کارت امریکا. گفتم اینا هم در جریان باشید. راجع به گلزار هم بگم که به هر حال الان با یه دختری به اسم آیسان داره زندگی میکنه توی دبی و این دختر هم خیلی گربه دوست داره. آیسان رو قبلا گفته بودم و خانواده‌اش هم در جریانن. خیلی هم دختر از این حالت‌های فشن مشن و تازه خیلی دختر نچرال، قیافه نرمالی داره و داره با گلزار توی دبی زندگی میکنه. این هم راجع به گلزار گفتم که در جریان باشید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه